سلام بچه ها، خوش اومدید با یه ویدیوی دیگه از چنل من. اینجا دیدم که یکی دوتا از یارامو زده، یار رندوم، اما یکیشون از قبل تگشون زده بودم، اما این شماره 3 مونده بود. منم یه دونه 117 و یه دونه کیارم دستم بود و رفتم سمتش. فقط نگاه کنید چجوری میزنمش. با اینجا یه دونه زدم، دیدم نخورد، رفت از اون ور خونه اومد. منم اینجا تگ چسبید بهم، اومدم تگو بزنم، دیدم نه این بد گیره، قراره بزنه. منم اینجا نشستم خطشو گرفتم و تا اومد تو یه دونه بهش زدم و رفت پیش دوستاش. اینجا لوت باکسم تا ناموس لوت کردم تا نتونه دیگه هیچ کاری بکنه. بعد اینجا کنین از لوت باکس دست دارم، من C4 داره، C4شم ورداشتم تا دیگه هیچ کار نکنه. بعد اینجا میرم و راحت برای خودم ریلود میکنم و آرمور پر میکنم. فقط داخل ویدیو بعد نگاه کنید چجوری رفیقشو فینیشر میکنم داخل همین مچ نگاه کنید. هم یکی دیگه از یاراش اومد و سری کلاس ملس زد. چون من بیشتر از 10 دقیقه و 20 ثانیه وقت ندارم، خدافظ. چنل من حمایت کنید، ساب کنید، لایک هم حتما بکوب.